سلام، من فریبا هستم. قراره که بخشی از کارگاه مجسمه سازی رو با شما امروز تجربه کنیم. من هر بار که یه تکه چوب دستم میگیرم خب به نظر خیلی بیشکل و زمخت و پر از گره میاد. شاید از نظر شما اینجوری باشه که خب این که یه تکه چوبیه که فقط به درد آتیش زدن میخوره، ولی اصل داستان این نیست. پشت این تکه چوب یک روحی پنهان هست که کار من کشف اون روح و آزادسازی اون هستش و نشون دادن زیبایی هاش به جهان هستی. هر مجسمه اولش هیچی نیست، فقط یک حجمه. هنر من در تراشیدن هنر حذفه. با هر حرکت چاقو در واقع بخشی از چوب رو که به مجسمه تعلق نداره رو من ازش جدا میکنم. هر تکه‌ای که میفته شکل واقعی اثر کمی بیشتر آشکار میشه. من فکر میکنم که اغلب ما همیشه فکر کردیم که رشد یعنی اضافه کردن، مهارت جدید، عادتهای مثبت، دانش بیشتر. اما حقیقت اینه که گاهی مهمترین قدم ها در رشد شخصی حذف چیزهایی هستش که ما رو از بهترین نسخه خودمون دور میکنه. تراشیدن باورهای محدود کننده مانند گره های سخت چوبه مانع شکل گیری میشه. زدودن عادتهای بد که مثل لایه‌های اضافی زیبایی درون روح ما رو پنهان میکنه. کنار گذاشتن ترسایی که مثل پوسته‌های زائد مانع رشد حقیقی ما میشه. گاهی یه تکه چوب اونقدر پیچدار و گرهدار هستش که فکر میکنی هیچ زیبایی توش نیست. بعد صبوری میکنی، با احترام شروع میکنی به تراشیدنش و وقتی به جذاب ترین بخش اثر میرسی میبینی که همین گره ها باعث شده که در واقع یک زیبایی منحصر به فرد و خاصی برای این چوب ایجاد کنه. زندگی ما هم همینه دقیقا. ضعف هامون، شکست هامون، نقص هامون اگر با آگاهی و پذیرش شکل داده بشه میتونه به متمایزترین و ارزشمندترین جنبه های شخصیت ما تبدیل بشه. خب پس ما میتونیم یک تمرین انجام بدیم. حذف سازنده، اسمشو بذاریم حذف سازنده. یه باور محدود کننده، یک عادت منفی یا یک ترس بی اساس رو شناسایی کنیم به طور آگاهانه و تصمیم بگیریم بتراشیمش و حذفش کنیم. مجسمه های قشنگ همیشه داخل تیکه چوب هست.